بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. جسارتا من افتخار آشنایی با شما ندارم. شما؟ ببخشید. خواهش میکنم نه اسمتون پرسید. ببخشید. نه خواهش میکنم سایه ادبی شما نکردیم ازت خواهی بود. فرمودم اسمتون چی هست؟ ببخشید. 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 نه آقا چرا شما اینجا عمر من اولین بار یه نفر از من معذرت خواهی میکنه. معذرت خواهی کدوم آقا؟ ببخشید دیگه. شو بدبختی رو هر کی تو این خونه میاد تازه ما بعد 200 برای اسمتون ببخشید هست؟ بله بله عزیزم ببخشید فرزند لطفاً. و آقا خیلی برازنده تو هست. آقا ببخشید گفتم من حرف زدم و یه خورده گلوم خوش شد. بله. چی که آب میشه برای من بیاری؟ آب بیارم؟ آه. خنک باشه اولا؟ خنک باشه. یخ داشته باشه یا تو یخچال بیارم؟ یخ داشته باشه. یخ خورد داشته باشه یا یخ درسته داشته باشه؟ یخ درسته داشته باشه. 5 تا تیکه یخ داشته باشه یا 6 تا؟ 6 تا تیکه داشته باشه. یخ قلمبه یا یخ خورد؟ یخ قلمبه. تو لیوان بلوری که توش معلوم باشه یا لیوانی که توش معلوم نیست؟ لیوان بلوری که توش معلوم باشه. تش تر داشته باشه یا وسطش؟ وسطش تر داشته باشه. لیوانش راسته باشه یا پاچه گشاد باشه؟ لیوانش پاچه گشاد باشه. از بالا پاچهش گشاد باشه یا از پایین پاچهش گشاد باشه؟ از بالا. زیرش پیش دستی بذارم یا نذارم؟ بذار. پیش دستیش ولامین باشه یا چینی باشه؟ پیش دستی ولامین باشه. ساده باشه یا طرحدار؟ طرحدار. ولامینش گلش طرح گلش بنفش باشه یا قرمز؟ سه بدبخت مالیه بر خواستی که آب خوری آب خوری طرح ولامین چی بنفش ولامینش بنفش باشه. پس زمینه ولامین بنفش چارخونه باشه یا راه راه؟ پس زمینه ولامین چارخونه راه باشه. نه چه چارخونه باشه فقط. لبه ولامینه دالبر باشه یا ساده؟ دالبر باشه. نی بذارم تو آبتون یا نی نذارم؟ نی بیزو. از اینا که شرق میکشی میاد بالا یا از اینا که خودش همجوری معمولی ساده است؟ از اینا که شرق میکشی میاد بالا. نش پهن باشه یا باریک؟ باریک باشه. زیرش دستمال بذارم یا نذارم؟ آقا ببخشید این گزینه‌ها تو نمره منفی هم داره؟ نه خیر. هر چی بذاریم درسته؟ من باید دقیقاً چیزی که شما میخواین رو ارائه بدم خدمت شما. دالبر باشه. دالبر نداشتیم که. اون سوال قبلی از اونایی که شرق میکشی میاد بالا. خب اینم نه سوال قبل. آقا من اصلا نمیخوام. من آب نمیخوام. قربونت برم. هیچی نمیخوام. چای چطور؟ دست به جمعی میچسبه. چای هم نیارم؟ چای چرا چای بیار؟ چای گرم بیارم یا داغ؟ داغ. پررنگ یا کم رنگ؟ این هم همون مراحل باید طی بشه. بله قربونت برم. با اجازت تو با مرخصی. تشریف میبرید. خیلی خوش آمدید. یعنی برخورد به این بدی حال تو رو باره شده بود. خواهش میکنم. خیلی باشه با اجازتون. نفرمایید. ما هر رستورانی میریم همین وسایل. رستوران مگه؟ خیلی خوش خداحافظ. خدا. آقای مجید این چرا اینجوری بود؟ بله. چرا اینجوری میکرد؟ کی؟ یه جوری این های آقا بله رفت تشریف بردن. شوخی میکرد با آدم. خیلی